سلام برعکس شده امیرم خوش می‌بینید خبر از باشم زمانی با هم دیگه آنباکس این داداشم که یه هدفون گیمینگ هم میشه گفت نیستش، حالا به درد کار ما میخوره. برند تسکو ست هدر مارک TH5376. این تسکو مدل TH5376. بریم ببینیم که اون چی به چیه، کی به کیه. یه هدفونه بیا بیرون، اومد بیرون. مدرنه به نسبت، اینجوری باز بلند میشه، کوتاه میشه، ببندیم رو خم میشه و یه ورش خم میشه. بذار باید فکر کنم بلندش کنم تو دو ورش خم میشه، خم نمیشه متاسفانه. رو کله من بزرگش اینجوریه و کوچیک اساس از کله من نی. ببینید حالا خیلی مدرن. این کناراش این هدفون قدیمی ها اکثر هدفون همینه دیگه، کناراش دکمهش هستش، تایپ سی هم فکر کنم میخوره، بندش خوبه فکر کنم، آره دیگه تایپ سی میخوره. حالا دکمه عوض کردن صداش، آن و آف، کنار شارژ نداره و داره آجی. بذار برم یه تستش بکنم. صدا رو خوبه، من صدا رو زیاد نکردم رو گوشم، ولی خب خیلی صدا خوبی داره. و اینکه من ببخشید صدام گرفته و این خورده ویدیو کمتر بذارم چون که امتحان نهایی داریم، من ششم و دهنم سرویس میشه، کمتر ویدیو بذارم، واقعا ببخشید. و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده. تا ویدیو دیگه فعلا گود بای.